سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال من. امروز اومدم در رابطه با مدارکی که برای ویزای مکزیک حاضر کرده بودم بهتون بگم چه مدارکی حاضر کردم. خب خیلی از دوستان ویدیوی قبلی رو که در رابطه با ویزای مکزیک درست کرده بودن رو دیدن و ازم خیلی سوال میکردن که مدارک چیا گذاشتی، برنامه سفری چجوری بوده، چی کار کردی، هتل چجوری گرفتی، اینا رو یه توضیحی به ما بده که ما هم بتونیم انجام بدیم. خب بریم اول سر پاسپورتمون که ببینیم پاسپورتمون وضعیتش چجوریه. همونطور که میدونید، اطلاع دارید، پاسپورتمون یکی از ضعیف‌ترین پاسپورت‌های دنیاست. فقط تقریبا یه دفترچه‌ایه که عکسمون رو روش چسبوندن و دادن دستمون، در کل ارزش خاصی نداره. مدارکی که باید درست کنیم که اعتبار خودمون رو ببریم بالاتر، که سفارتخونه ها بتونن بهمون اعتماد کنن و ویزای کشورشون رو به ما بدن و اجازه ورود به ما بدن که ما بتونیم وارد کشورشون بشیم. خب همونطوری هم که میدونید خیلی از سفارتخونه ها ویزا نمیدن. خب دلایلش هم اینه که خب خیلی از هموطنهای خودمون رفتن تو این کشورها و دیگه بر نگشتن و خب یه سری مشکلاتی درست کردن که گریبان ما رو هم گرفته. آفیسری که پرونده ها رو بررسی میکنه باید خب خیلی دقیق باشه مدارکمون که بهمون بتونه اعتماد کنه و بتونه بهمون ویزا بده. خب بریم ببینیم چجوری میتونیم این اعتماد سازی رو بکنیم که آفیسر بتونه به همون اعتماد کنه و اجازه بده که ما به کشورش وارد شیم و ویزا رو برای ما صادر کنه. ما اولین چیزی که نیاز داریم یک مدرک شغله که آقا بگیم ما یه شغلی داریم توی این کشور و برمیگردیم، ما اصلا نمیخوایم بریم بمونیم، ما باید برگردیم بریم سر کارمون. حالا یه مرخصی داریم، یه چیزی داریم، یه تایم اضافه‌ای داریم، ما این تایم رو گذاشتیم برای این میخوایم بریم مکزیک بگردیم، کارمون که تموم شد برگردیم. اصلا قصد موندن ما نداریم، ما نمیخوایم اصلا بمونیم توی کشور شما، قصد ما برای گردش و تفریح و اینا. ها اولین چیزی که باید داشته باشیم یه دونه مدرک کاری. مدرک کاری باید چی باشه؟ یه مدرکی باشه که نشون بده ما اشتغال به کار داریم یا اشتغال به تحصیلم میشه. آقا این مدرک حالا چیه؟ اگه جای کار میکنید یه نامه از کارفرماتون بگیرید، ذکر سمتتون رو بکنه، میزان حقوقتون رو بکنه. اون روزایی که مثلا میخواید یه هفته 10 روز 20 روز مرخصی بگیرین که برید این سفر رو، حتما باید توی ذکر بشه. یا اگه مثلا یه شرکتی مغازه چیزی دارین که مثلا گواهی کسبی چیزی هست، از اون کپی بگیرین ترجمه کنید و مدارکتون رو ارائه بدین. خب اینم در نظر بگیرین که هرچی این مدارک قوی تر باشه شانستون برای ویزا شدن زیادتر میشه. خب یه سری هم هستن مدارک جعلی هم درست میکنن، ولی اینو بدونید که هر مدرک تقلبی که درست کنید این گریبانتون رو میگیره. اینا چون تمام این مدارک رو استعلام میکنن، ریز به ریزش رو در میارن و متوجه میشن اگه بخوای یه چیزی تقلبی داخلش بگذارید، اینا درجا میفهمن طبق استعلامایی که خودشون میگیرن و این باشید که دونه به دونه این مدارک استعلام میکنن. پس اصلا چیز جعلی نه. حتی اگه مدارکتون کم بود اشکال نداره، همون کم رو بذارید بره. اگر باز ریجکت بشین خیلی بهتر از اینه که برید داخل لیست سیاه و بهتون ویزا ندن. و همونطوری هم که میدونید این کشورها به هم یه اتصالایی دارن. اگه شما توی سفارت مکزیک ریجکت بشین و مدارک جعلی ارائه بدین، بعدن اگه بخواید برای کانادا یا آمریکا اگر برای ویزا اقدام بکنید، وقتی رفتید توی لیست سیاه این مشخص میشه، یعنی آفیسر کانادا متوجه میشه شما سفارت مکزیک یه مدرک تقلبی ارائه دادی و اونجاست که دیگه اصلا به شما اعتماد نمیکنه و سر این قضیه شما رو ریجکت میکنه. پس اصلا به هیچ عنوان سراغ مدارک جعلی ندید. مدارکتون هم کافی نبود باز ایراد نداره، باز شانس دارین، ولی اگه مدرک جعلی بذارین هم شانستون رو از دست میدین، هم ویزا نمیشین، ریجکت میشین و هم این که احتمال این که بعداً براتون سوابقی ایجاد بشه که مشکلاتی براتون تو پرونده های دیگه، تو ویزاهای دیگه ایجاد کنه خیلی خیلی بالاه. پس اصلا به هیچ عنوان این کارو نکنید. مدارک خودتون رو بزنید، اصلا به کسی، به این دلالای ویزا اعتماد نکنید که میگم ما براتون نمیدونم مدارک شغلی، سابقه سفر، اینا همش استعلام میشه. یعنی دیگه مثل اون قدیما نیست که آقا یه مدرکی میدادن، یه سند ملکی درست میکردن، جعل میکردن، میذاشتن و ویزای طرفو میگرفتن. نه اصلا کلا دیگه اینطوری نیست، استعلام میگیرن. خب دومین چیزی که ما برای سفارت نیاز داریم چیه؟ مدارک بانکیه. این مدارک چیا هستش؟ این مدارک یه تمکن مالی و پرینت حسابه. خب پرینت حسابمون چجوریه؟ تمکن مالیمون چجوریه؟ از نظر
سفارت‌ها شما نمیتونی دو تا حساب داشته باشی که به هم وصل نباشن. حالا تو میخوای بگی آقا من تو حساب بانک سامانم مثلا $5000 پول دارم، تمکن دارم، ولی تو حساب بانک پارسیانم گردش حسابمه، این اومده این پول میاد مثلا روزانه میاد خرج میشه میره. اینا ببین اون $5000 که تو بانک دیگه ای داشتی اصلا اون برای اونا مهم نیست، اون فقط اون گردش حساب مهمه. حالا این چجوریه؟ اینا میگن این $5000 باید تو حساب تو باشه، بعد این مثلا سر هر ماه یه پولی یکسان وارد حسابت بشه، مثلا یکم به یکم باید 50 میلیون تومان اومده باشه تو حسابت و تو این پولو خرج کرده باشی. حالا مثلا 10 میلیون تومانش هم مونده، دوباره ماه بعدی باید 50 میلیون دیگه وارد حسابت شه. اصلا اینطوری امکان نداره که مثلا توی شما نمیتونی مثلا این پرینت رو درست کنی بگی آقا این ماه مثلا 50 میلیون تومان اومده تو حساب من، ماه مثلا دیگه 200 میلیون تومان اومده. اصلا این سفارت این به خاطر این نوسانی که داره پرونده شما رو رد میکنه. پس بعد چجوری پرینت درست کنیم؟ بعد پرینت شما یه جوری باشه، پرینت 6 ماهه میخوای ببری، از 6 ماه پیش $5000 تو حسابت پول باشه، هر ماه 50 میلیون تومان وارد حسابت شده باشه، شما خرج کرده باشین. حالا مثلا از این 50 میلیون تومان 10 میلیون تومان 15 میلیون تومان هم مونده باشه که مثلا به اون مانده اصلی 500 میلیون تومان بوده مثلا 400 میلیون تومان بوده، حالا اون دلار حساب میکنن تمکن میدن به اون اضافه بشه، کم نباید بشه از اون و نباید هم نوسان داشته باشه که مثلا شما اومدی 50 میلیون تومان این ماه تو حسابت اومده، ماه دیگه شما یه واریزی 200 میلیون تومانی داری. این اصلا قابل قبول برای سفارت نیست. آفیسری که داره نگاه میکنه این یه حالت سندسازی اصلا قبول نمیکنه. بعد شما پس بعد چجوری گردش حسابتون رو درست کنید؟ یه جوری باید باشه مثلا شما 50 میلیون یکم ریختید، یکم ماه دیگه هم 50 میلیون بریزید، یکم این 6 ماهه باید همش یه شکل باشه، تا نباید 51 میلیون بریزید، همون 50 میلیون 50 میلیون 50 میلیون. ما حالا داریم مثال میزنیم. این مبلغ باید توی یک بازه زمانی باید ثابت وارد حساب بشه. این نه برای حالا سفارت مکزیک بلکه برای تمام سفارت‌ها یکسانه. یعنی اصلا شما فکر نکنید که مثلا حالا سفارت مکزیک اینطوری قبول میکنه، تمام سفارت‌ها به این شکلن. یعنی اصلا شما نباید فرق بکنه که آقا مبالغی با این نوسان نباید داشته باشه، نوسان یهو بره بالا یهو بیاد پایین، این برای سفارت قابل قبول نیست. خب پس فهمیدیم چجوری تمکن درست کنیم. پس یه پولی 6 ماه قبل میذاریم تو حساب، واریزیامون مشخص شد که بعد مثلا بگیم آقا ما 50 میلیون حقوقمونه، یکم این 50 میلیون میاد تو حسابمون، حالا مثلا توی ماه بعد اینقدر داریم خرج میکنیم، دوباره یکم ماه دیگه 50 میلیون میاد تو حسابمون داریم اینقدر خرج میکنیم. پس بعد پرینتی که برای سفارت میگیریم و اون تمکنی که میگیریم حاوی این جزئیات باشه و اینم حتما یادتون نره که هم تمکنتون هم پرینتتون یه شماره حساب باشه، یعنی نباید فرق کنه. شما اون تمکنتون و پرینتتون باید پس چی باشه؟ یکی باید باشه. خب این بحث تمکنم که تموم شد، سابقه سفره. خب خیلی ازم سوال میکردن که آقا سابقه سفر چجوری بود و اینا، سفارت مکزیک سابقه سفر رو چجوری دادی و اینا. خب من یه سابقه سفر تقریبا خوبی داشتم، البته توی پاسپورت قبلیمو. من پاسپورتمو 2 سال پیش تمدید کردم، توی این پاسپورتم زیاد آنچنانی سفر نداشتم. خب من کاری که کردم از تمام صفحات پاسپورت قبلیم پرینت گرفتم، یعنی ازشون کپی رنگی گرفتم و اینا رو جدا کردم. از صفحه اول پرینت گرفتم، از ویزاهایی که تو پاسپورت قبلیم بود همه کپی گرفتم و اینا همه رو گذاشتم کنار و پاسپورت جدیدم هم همین کارو کردم و از ویزاهاش و سوابق سفری که داشتم همه رو پرینت گرفتم، صفحه اول صفحه آخر کپی گرفتم و پرینت گرفتم و همه رو آماده کردم. خب اینم بهتون بگم وقتی که رفتم توی سفارت یه خانومی بود که مدارک از من تحویل میگرفت. این مدارکی که ارائه دادم سابقه سفر قبلیمو از من نگرفت، گفتش که این لازم نیست و فقط مهم چی بود براش؟ این پاسپورت جدیدم بود که حالا توش چیکار کرده بودم فقط اون نگاه که اصلا. پس متوجه شدم اصلا برای اینا سابقه سفر اصلا زیاد، برای مکزیک سابقه سفر زیاد مهم نیست و حتی بهم برگردون مدارکمو، گفت اینا لازم نیست، همین پاسپورتی که الان دستته اینو بهم بده که حالا توش چی داری و اینا، پرینت کپیای اینو بهم بده. خب اینو بهش دادیم. چهارمین چیزی که ما لازم داشتیم چی بود؟ یه بلیت پرواز بود که باید اولین کاری که میکنید بلیت پروازتون رو مشخص کنید. من خب خیلی تحقیق کردم که بلیت پرواز چجوری بگیرم و تنها جایی که دیدم که یه همچین پروازی دارن از ترکیه است که مستقیم استانبول به مکزیکو سیتی پرواز داره. بلیتش هم خب دیدم خیلی گرون بود، تقریبا $1450 بود. خب من به خاطر اینکه بلیتو نخرم گفتم اول ویزا بشم بعد بلیتو
رو بخرم. خواستم اول برم این سایتایی که با 10-12 دلار رزرو میدن و خب پشیمون شدم. از چند تا از دوستان پرسیدن، گفتن این کارو نکن، این سایت‌ها رو اصلا قبول ندارن. چیکار کردم؟ من وارد سایت ترکیش شدم و یه رزرو قطعی از پروازم گرفتم. خب این رزرو قطعی چجوری بود؟ این باید یه مبلغی پرداخت می‌کردیم. خب اون پروازی که من داشتم 1400 دلار می‌خریدم، من مجبور شدم بابتش 2300-400 لیر پرداخت کنم که این رزرو قطعی رو بگیرم، که این رزرو مورد قبول سفارت مکزیکه. یعنی رزروی نیست که حالا از این سایت‌های قلابی باشه. خب اونا میفهمن خب این رزرو رو قبول نمی‌کنن معمولا. رزرو پروازمو گرفتم. طبق اون بلیت پروازی که داشتیم، من اومدم یه سری رزروای هتل گرفتم که توی شهرهای جنوبی مکزیک بود. ورود من مکزیکو سیتی بود. اولین کاری که کردم یه هتل توی مکزیکو سیتی رزرو کردم، وارد مکزیکو سیتی شدم. بعد 3 روز داخل اون هتل بودم. دوباره اومدم چیکار کردم؟ یه هتل دیگه تو شهر کنکون رزرو کردم، اونم به مدت 4 روز بود. و هتل بعدی که رزرو کردم تو شهر تولوم بود، اونم تقریبا 5 روز بود. و این رزروا رو حاضر کردم و دوباره اومدم چیکار کردم؟ برای روزی که میخواستم برگردم 3 روز قبلش، یعنی مثلا ما حالا بگیم 23 برگشتم بود، اومدم 20 دوباره توی مکزیکو سیتی یه هتل رزرو کردم که 3 روز اونجا بمونم بعد پرواز داشته باشم. خب حالا رزرومو چجوری گرفتم برای روز آخر؟ ببین این رزرو روز آخر خیلی مهمه. من ساعت 1 شب پرواز برگشتم به ترکیه بود. خب مثلا 23 ساعت 1 شب بود. من خب هتل که میخواستم بگیرم، خیلی خب میان چیکار میکنن؟ میگن آقا ما تا 22 میگیریم، 1 شب این میشه چی دیگه؟ ما میریم تو پرواز و اینا توی فرودگاه میشینیم و سوار پرواز میشیم میریم. خب این یه اشتباه بزرگیه و به خاطر همین قضیه خیلی‌ها ریجکت میشن. یکی از چیزای مهمی که توی هر جای دنیا خیلی مهمه برای ورود و خروج، محل اسکانه. یعنی وقتی که اینا ویزا رو برای شما صادر میکنن، شما باید محل اسکان داشته باشید. خب شما نمیتونی بگی آقا من اون 1 ساعت بلیت برگشتمه، چون اون روز تموم میشه 23 میشه، خب من هتل نمیگیرم. اون روز دیگه 23 شروع شده، بعد اون روز شما یه محل اسکان داشته باشید. پس باید چیکار کنی؟ شما باید روز 23 هم که 1 ساعت مثلا ساعت 1 شب پرواز داری، اونم باید شما چیکار کنی؟ اون روز هم باید شما رزرو هتل داشته باشی که اگر خب اونا میگن اگه شاید پروازت کنسل شد، شاید یه اتفاقی افتاد، شما باید بتونی یه محلی داشته باشی که اسکان داشته باشی، بتونی برگردی بری داخل اونجا. پس چی شد؟ روز ورود و خروجتون حتما باید رزرو هتلتون باید تکمیل باشه. رزروا حتما باید قطعی شده باشن، یعنی شما 2 روز 3 روز قبل از اینکه پروازتون باشه این رزرواتون رو برید پرداخت کنید. اصلا هیچ رزروتون رو بدون پرداخت نذارید. چرا؟ چون که همشون توی ورودی همشون چک میشن. تا اینجا ما مدارک شغلی، بانکی، بلیط پرواز و رزرو هتلمون رو گفتیم که چیکار باید بکنیم و اینکه ما رزرو هتلمو خودم به شخصه از سایت بوکینگ گرفتم. ترجمه مدارکم هم به زبان انگلیسی انجام دادم. حالا شما میتونید اسپانیایی هم بگید، مشکلی نداره، ولی من به شخصه خودم انگلیسی گرفتم و مشکلی برنخورد. مورد بعدی چیه؟ خب این برنامه سفریتونه. شاید توی سفارت ازتون سوال کنن که آقا چیه، ولی از من به شخصه نکردم، ولی شاید ازتون اسم هتل و مثلا شهرهایی که میخواید بمونی و اینا رو ازتون سوال کنن. اینا رو حتما قبل از اینکه وارد سفارت بشین حفظ کنید. حالا از من به شخصه نکنن، شاید از شما بکنن، شاید از یکی دیگه بکنن، شاید از یکی هم نکنن. حالا اینا ولی من به شخصه میگم حالا اینو شما انجام بدین. حتما اسم هتلاتون رو حفظ کنید، تاریخ‌ها رو حتما بدونید، مثلا چه روزی مثلا توی کدوم هتل میخواید. یه دفعه مثلا آفیسر ازت سوال میکنه، میگه آقا مثلا تو فلان روز کدوم اسم شهر میخوای بری، تو اون اسم اون هتل ندونی اصلا برات دردسر میشه. خب میگه آقا تو هنوز اسم هتلت نمیدونی کدوم شهر میخوای بری، این شاید یه دونه برنامه سفر جعلیه تو درست کردی. خب اینا حواستون باشه، اسم هتلاتون، اسم شهرهایی که میخواید برید، تاریخ‌ها رو، اینا رو حتما قبل از اینکه وارد سفارت بشید حفظ کنید و مدارکتون رو ببینید دوستان. به این صورت مدارکتون رو جمع کنید. مدارک‌های اصلیتون رو توی یه دونه پوشه بذارید. مدارکایی که کپی و ترجمه است توی پوشه دیگه بذارید که وقتی که حالا اونجا دارید میدید مدارکتون رو میدید، مثلا دیگه مشکلی پیدا نکنید. اون مثلا طرفی که ازتون مدارک رو میگیره شما مثلا هول نشید حسابتو میگه نمید 2 ساعت بگردی پیدا کنی و اینا، دیگه سریع میگردی آقا توی مثلا
اون مدارکی که مثلا کپی سری در میاری بهش میدی و مدارک اصلیت هم جدای دیگه خیالت راحته، میگی آقا تو اینه. مدارکت هم که داری پس میگیری دوباره میذاری توی همون اصلیا، اصل ترجمه‌هاتو میخواد مثلا ببینه، اونا رو میذاری توی اون پاسپورت قدیمت و اینا رو همه رو میذاری توی مدارک اصلی. اینو پس یادتون باشه حتما این دو تا پوشه با خودتون ببرین. اینم حتما یادتون باشه، حتما با خودتون وقتی که دارید میرید سفارت عکس ببرید، عکسی هم ببرید که مخصوص ویزا باشه. بعضی سفارت ها هستن که عکس میگن ولی حالا سفارت مکزیک جز اون سفارت ها نیست. خب دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون اشتراک گذاری کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید. خدا نگهدارتون باشه.